در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. امام فخر رازی رحمت الله علیه در تفسیر کبیر خود میفرمایند ان هذه الروايه فاسده مردوده غیر مقبوله. این روایت اگر شده هم این روایت فاسدیه، روایت مردودیه، روایت غیر مقبول نیه. این روایت مورد تایید نیه. امام فخر رازی در تفسیر کبیر خو این داستان را از 4 جهت باطل میگن. از 4 جهت باطل میگن. ادامه قسم همینه که بعد از این که زهره با اینا عمل زنار انجام داد، باز اسم اعظم را یاد گرفت و رفت با آسمان. همین ستاره زهره که به آسمان، این همون زهره، در حالتی که عقلی تا چیزی رو نمیپذیر. ستاره زهره از روزی که خدا رو خلق کرده ستاره زهره. از 4 جهت امام فخر رازی رد میکنن. اول، این قول اگر کسی تایید کنه که هاروت و ماروت همین کاری کردن، این تکذیب الله را نعوذ بالله کرده. الله سبحانه و تعالی میفرمایه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. هرگز ملائکه نافرمانی خدا را نمیکنن، هرگز. در او آیه الله سبحانه و تعالی میگه ملائکه هرگز نافرمانی نمیکنن. اینجا چرا نافرمانی کردن؟ میبینیم مخالف با چی؟ با قرآنه. مخالف، یعنی اگر این قول کسی تایید کنه الله را نعوذ بالله تکذیب کرده. دوم، به کجا آمده؟ چون در ادامه قصص میاره که اینا که وقتی که این جرم مرتکب شدن گفتن یا الله ما که طاقت عذاب آخرت را نداریم، چکار کن؟ ما رو به دنیا عذاب کن. عجیبه، زهره بره با آسمان قرب پیدا کنه، یک زن فاسقه و بالاخره فاجره بره با آسمان، این 2 ملک به چای بابل سر اویزان بشن. به کجا آمده که عذاب دنیا انسان ترجیح بده بر عذاب آخرت؟ عذاب آخرت خیلی سخت‌تره. عذاب اصلا در آخرته. از این جهت امام فخر رازی میگه که اینا اگر ایت چنین قصی می بود به خدای تبارک و تعالی توبه میکردن، بعد جریان توبه از اینا میامد. حضرت آدم علیه السلام وقتی که نافرمانی کرد توبه کرد، خدای تبارک و تعالی فرصت توبه داد. چرا اینا توبه نکردن؟ پس این قصه باطله. از این جهت دوم. سوم اینه که یک زن فاسقه آیا میتونه با آسمان بره بعد از گناه و معصیت؟ این میگن به زمین خسف میشد، بعد به زمین فرو میرفت. این فسق کرد، فجور کرد، باز این خدا قرب میده میبره با آسمان. این زهره آسمانی میشه. اشتباهه. بعد از گناه و معصیت عقل این نمیپذیره. چهارم، امام فخر رازی بیان میکنه اونا که ملک بودن لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون آمده، نافرمانی الله را نمیکنن. تا به حال ما در روی زمین از خیلی فاسقا فسق اینا شنیدیم. هر کدوم ما شما چقدر فسق، چقدر فجور، چقدر جنایت در این روی زمین شده. آیا تا به حال کسی چنین عملی دیده از یک شخصی که او هم تا جایی که جا داره انسان بدی باشه، به خاطر چند لحظه خوشگذرانی، به خاطر 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه 1 ساعت خوشگذرانی، آیا در طول تاریخ کسی شده که شراب بخوره، قتل بکنه، بت سجده بکنه؟ تا حالا همیت کسی بشده؟ انسان تا به حالی به ایت جرم و ایت جنایت گرفتار نشده که به خاطر چند لحظه خوشگذرانی چکاره؟ بتم سجده کنه، قتلم بکنه،
شرابم بخوره به خاطر یک زن بالاخره فاسقه و فاجره. این تگپر هیچ عقل نمیپذیره. امام فخر رازی این داستان رو به این 4 دلیل چکار میکنه؟ رد میکنه. و این قصه و این داستان از داستانهای اسرائیلیات، از داستانهایی که از یهود وارد شده. خب قصص اسرائیلیات چگونه؟ آیا ما بپذیریم یا نپذیریم؟ قصص اسرائیلیات 3 حالت داره. اول حالتی که داره اینه که اگر یک قصه آمد از بنی اسرائیل که موافق با چی بود؟ با قرآن بود، تاییده. مثلا در قرآن عظیم شان آمده که کسی در راه الله انفاق کنه، نفقه بالاخره خیرات بده، چقدر ثواب داره؟ این در قرآن بیامده. اگر همیت حکم در تورات و انجیل هم ما و شما دیدیم که کسی به ما گفت که در تورات آمده هر کس خیرات بده ثواب داره، ما میگیم صدقت، راست، تایید کلام خدایه، چون قرآن امیر تایید میکنه. اگر قولی آمد از قصص اسرائیلیات، قصه و داستانی آمد که مخالف قرآن بود، مثل این داستان که مخالف قرآنه، قرآن میگه ملائکه نافرمانی نمیکنن، نافرمانی الله نمیکنن، اینا چری کردن؟ مخالفه. این داستان و قصص رد. قصصی که و داستانی که از اسرائیلیات وارد میشه که نه مخالف قرآن نه موافق قرآن، در مقابل از این ما چه کار کنیم؟ سکوت. ولا یصدق ولا یکذب، تصدیقم نشه تکذیبم نشه. چگونه؟ مثلا آیه قرآن میگه که به درخت ممنوعه نزدیک نشه، حضرت ولا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشین. بعضی مفسرین گفتن این گندم بوده، بعضی گفتن این انگور بوده، بعضی گفتن انجیر بوده. امی انگور و انجیر و بالاخره اینها هم قصص بنی اسرائیلیاته. اینها نه مخالف قرآنه نه موافق با قرآنه. قرآن نگفته که حضرت آدم از کدام درخت منع شد، از کدام درخت گفته شد نخور، قرآن نگفته، احادیث نگفته اینها. حالا این قصص اسرائیلیاته، نه مخالف قرآن نه موافق. اگر یک جای ششته بودیم کسی گفت که خدای تبارک و تعالی به حضرت آدم گفت که از این درخت نخور، اما درخت انگور بود، دیگه لازم نیه که یک دیگه بگه نه انگور نبود گندم بود، بازو بگه نه گندم نبود انجیر بود، بزنن به کله. نه، در مقابل قصصی که مخالف قرآن و حدیث نیه، از اسرائیلیات انگور بود بلیا، گندم بود بلیا، انجیر بود بلیا، هیچی نبود دیگه چیزی بود بلیا، قابل بحث نیه. چیزی که مخالف قرآن بود رده، چیزی که موافق قرآن بود قصص اسرائیلیات تاییده، چیزی که نه مخالف بود نه موافق بود نه رد نه تاییده نه تکذیب نه تصدیق. در این آیه مبارکه بحث هاروت و ماروت نه. اما داستان اصلی چیه؟ همین هاروت و ماروت داستان اصلی اینا چیه که اینها 2 ملک بودن و بالاخره آمدن. داستان اصلی و قصه اصلی هاروت و ماروت اینه که در زمان حضرت سلیمان علیه السلام، در زمان حضرت سلیمان علیه السلام سحر و ساحری و جادو به اوج خود رسیده بود. مردم اکثرا طرف سحر و جادو اینها رفته بودن. با حالتی رسیده بود که حضرت سلیمان رو میگفتن که حکمت ازی، نظام ازی و پادشاهی ازی بر چی؟ بر سحر و جادو استواره، بر سحر و جادو. در این قسمت خدای تبارک و تعالی به خاطر آزمایش و به خاطر تعلیم 2 فرشته روان کرد که اینها بیامدن در روی زمین سحر به خاطر تعلیم که دیگران چکار کنن؟ نجات پیدا کنن از این عمل، دیگران نجات پیدا کنن. اینها آمدن تعلیم دادن. فرشته میاد تعلیم میده. به زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث جبرائیل علیه السلام نماد به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسائل دین تعلیم داد. وقتی که برگشت رسول الله گفتن ای عمر آیا شناختی کی بود؟ گفت الله و رسول اعلم. صحابه گفتن ما نمیدانیم یا رسول الله این کی بود. عادت صحابه همی بود که میگفتن الله اعلم و رسول، خدا و رسول داناتر.
رسول الله فرمودن که این جبرائیل بود، آمده بود دین شما رو برای شما تعلیم بده، آمده بود دین شما رو برای شما تعلیم بده. جبرائیل آمد دین رو تعلیم میداد. این دو فرشتم آمده بودن برای تعلیم دین، برای تعلیم همی سحر، تا این که چکار بشه تا دیگران از این عمل زشت سحر و سایری نجات پیدا کنن. ببینین این ملک چی میگن اینا؟ و ما یعلمانی، تعلیم نمیدادن من احد، هیچ کس را، حتی تا اینکه یقولا میگفتن، این ملائکه میگفتن چکاره؟ حتی یقول انما نحن، جز این نیست که ما فتنتون، آزمایشیم. بعضی که این قصر تایید کردن میگن فتنه یعنی ما فتنی بودیم، نه، فتنه یعنی آزمایش. ما چی؟ فتنتون، ما آزمایشیم، ما آمادیم تا شما رو نجات بدیم، شما در تحت ابتلا و آزمایشیم، متوجه باشین که فلا تکفر. هر کس که پیش هاروت و ماروت میاد میگفت، هاروت و ماروت میگفتن فلا تکفر، متوجه باش که کافر نشی. بعد از اینا ایوازی که از این خوب استفاده کنن، فیتعلمون منهما، اینها تعلیم گرفتن از می هاروت و ماروت، ما یفرقون به بین المرء و زوجه، اینها هم از این تعلیم سوء استفاده کردن و رفتن این تعلیم بین تفرقه زن و شوهر و اینها به کار بردن. این داستان هاروت و ماروت که در این رکوع اول اشاره کردیم که مقصد این آیه خلاصی و همی بود که کسی که دنبال شیاطین بره، سحر و سایری و جادو و اینها بره، بدبخت دنیا و آخرت میشه، مثل یهود، مثل بنی اسرائیل. کار سحر و سایری کار یهوده، کار جادوگری کار یهوده. یهود بودن که علاقمند سحر و سایری و اینها بودن و امروزه هم به هر جامعه اسلامی که سحر و سایری نشأت میکنه و بالاخره پیدا میشه، ریشه از کجا میگیره؟ از یهودیت و از اینها میگیره. این آیات همین مقصد از این همی بود که فقط انسان که خوشبخت دنیا و آخرت میکنه، چنگ زدن به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیروی از انبیا و چنگ زدن به تقوا و اینها. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. باز الله سبحانه و تعالی جریان دیگری رو بیان میکنه، اشاره به مذمت دیگر یهوده. یهود پیامبر صلی الله علیه و سلم به زبان خود آزار میدادن. یهود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دستان خود چه کار میکردن؟ اذیت میکردن. به هر حال یهود به پیامبر صلی الله علیه و سلم ضربه وارد میکردن. این کار یهود، برنامه یهود و بالاخره پروسی یهود بود که پیامبر و مسلمان ها همیشه چه کار کنه؟ آزار بدن و اذیت کنن. یهود می آمدن به مجلس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. صحابه می گفتن وقتی که یک موضوعی نمی فهمیدن، نمی دانستن، می گفتن راعنا. راعنا یعنی چی؟ یعنی رعایت حال ما را داشته باش ای پیامبر، یعنی متوجه ما باش، یعنی بالاخره می سوالی داریم جواب بدی. وقتی که چنین میگفتن یهود باز راعنا به لفظ یهودیت چی بود؟ انسان احمق راعنا میگفتن. یهودا به لفظ راعنا یعنی احمق. بریتری یا زبان خور کج میکردن، چی میگفتن؟ راعینا. راعینا یعنی چی؟ یعنی ای چوپان ما، ای چوپان ما. یهود دیگه حال دیگه خوشحال شدن که ما تا به حال نمیتونستیم پشت سر پیامبرم عدل گپ بزنیم، حالی بم پیش رو پیامبر رو استهزا میکنیم، پیامبر رو مسخره میکنیم، هرچی دل ما مست باشه دیگه از این حرف تندتر دیگه حرف اینیه میگیم. اینجی الله سبحانه و تعالی که از دلها آگاهه، اینجی اشاره میکنه یا ایها الذین آمنو، ای مسلمان ها، لا تقولوا راعنا، شما دیگه نگویید راعنا. از این جمله یهود سوء استفاده کرد. و قولوا، بگویید انظرنا. انظرنا یعنی نظر کنید به سوی ما. و اسمعوا، و خوب بشنوید که اصلا جای سوال نیاید، خوب بشنویم، دقیق باشیم که دوباره سوال نکنیم. وللکافرین عذاب علیم، برای کافران عذاب دردناکیه.
ما یود الذین کفروا، دوست نمیدارن کسانی که کفروا کافر شدن، من اهل الکتاب، از اهل کتاب، ولا المشرکین، و از مشرکین، و نیم مشرکین، ان ینزل علیکم، این که بیایه برای شما، من خیرین، یک خیر من ربکم، از جانب پروردگار. یعنی اهل کتاب دوست ندارن پیامبر از بین شما باشه، مشرکین دوست ندارن که نفع، فتح و ظفر و پیروزی بر شما برسه. این باید مسلمان ها متوجه باشن. وقتی عادت کافره، عادت دشمنه، عادت اهل کتاب و یهودیت و مسیحیت و مشرکینه. این آیه مبارکه این اشاره میکنه که وقتی که پیامبر از بین اهل کتاب نیامد، اینها چه کاره؟ اینها دیگه رنج میبرن، اینا همیشه بالاخره عذاب میکشن. اما از این غافلن که والله یختص برحمتی من یشاء، خدا ذاتیه که اختصاص میدهد، خاص میکنه به رحمت خود من یشاء، کسی را که بخواه. هر کسی که الله دوست داشته باشه رحمت خود شامل حالیو میکنه. بنی اسرائیل چه کار کردیم؟ از دایره دین و اسلام پا فراتر گذاشتیم، کتاب خدا را پشت سر انداختیم. الله سبحانه و تعالی از بنی اسماعیل پیامبر میاره، از بنی اسرائیل نمیاره، از بنی اسماعیل میاره. والله یختص برحمتی من یشاء والله ذو الفضل العظیم، خدای تبارک و تعالی صاحب فضل بزرگیه، فضل الله سبحانه و تعالی زیاده. ما ننسخ، باز اعتراض دیگر یهود، باز اهل کتاب اعتراض میکنن. اعتراض دیگه از اینا چیه؟ اعتراض از اینا اینه که میگن که ای پیامبر، ما تو رو قبول میکردیم ولی قبول نمیکنیم. چرا قبول نمیکنیم؟ به خاطری که تو به حرف خو استاده نی. اعتراض یهود دیگه، تو به حرف خو استاده نی. چرا؟ یک دم میگی طرف مسجد الاقصی نماز بخونیم، یک دم میگی طرف مسجد الحرام بخونیم، یک آیه تلاوت میکنیم، این آیه دیگر، بالاخره بهانه گرفتن نعوذ بالله من ذالک، به سرحد رسوندن که اینا از جانب الله نیه که تو میگی. چرا؟ به خاطری که علم الله تغییر میکنه. یک دم الله سبحانه و تعالی آیه میاره، باز آیه دیگه میایه اور نسخ میکنه. این آیه جریان نسخ و منسوخ رو بیان میکنه. در قرآن عظیم الشان آیاتی داریم که منسوخه. حالا ارتباط به نسخ یک اشاره مختصری میکنیم، بعدن آیت رو میخوانیم. ارتباط به نسخ، نسخ چی معنا؟ نسخ به معنای نقل، انتقال. مثلا ما و شما میگیم نسخه برداری. نسخه برداری یعنی از روی یک نسخه چندین نسخه برداشتن، نقل و انتقال، این نسخ میگن. و نسخ اقسامی داره. نسخ دارای 4 قسمه که مفسرین بیان میکنن. نسخ قرآن به قرآن، یک آیه دیگر نسخ میکنه. نسخ قرآن به حدیث، حدیثه که بعضی آیات رو نسخ میکنه. نسخ حدیث به حدیث، نسخ حدیث به قرآن، که اگر هر یک رو بخوایم اینجا توجیه و بالاخره به هر کدوم مسائل بیان کنیم وقت ما هم تیر میشه. و امیدواریم که عزیزانی که بیشتر و بیشترتر میخواهند که به این موضوع معلومات کافی پیدا کنن، اگرچه تفاسیر بزرگ روی بحث ناسخ و منسوخ اشارات دارن، تفسیر مثلا ابن کثیر و تفسیر رازی و تفاسیر زیادی در بحث ناسخ و منسوخ، اما برای عزیزان یک تفسیری که به زبان فارسی تازه ترجمه شده که شاید کمیاب هم باشه، تبیین الفرقان از حضرت مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه، که در جلد 3 صفحه 155 انمی بحث نسخ قرآن به قرآن، نسخ قرآن به حدیث، نسخ حدیث به قرآن، اینها یک نسخ حدیث به حدیث تشریح میکنه و توضیح میده و بالاخره به هر یک مثالی بیان میکنه. ارتباط به نسخ یک اشاره مختصری که مثلا قرآن عظیم الشان یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر، از شراب پرسان میشه، ای پیامبر از تو سوال میشه. در ابتدا اگر شریعت می آمد، دین می آمد میگفت شراب چیه؟ حرامه، خب شاید زود مردم عقیب نشینی نمیکرد. آهسته آهسته، مرحله به مرحله، شراب به 4 مرحله حرام میشه.
یسألونک عن الخمر والمیسر. بعد از این آیه نازل میشه یا ایها الذین لا تقربوا الصلاة. مرحله دیگه آیه بعدی تا میرسه به جایی که میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. این آیه دیگه آیات رو چکار میکنه؟ نسخ میکنه، یعنی حکم انتقال میخوره به همین طریق. چنین نیه. این مفسرین خدای نخواسته اگر کسی عقیده داشته باشه که علم خدا تغییر میکنه، که کسی قائل بر تغییر علم خدا باشه که کافر میشه. انسان نباید که قائل به تغییر علم خدا که علم خدا تغییر میکنه. نه، علم خدا تغییر نمیکنه. مفسرین مثال بیان میکنن، دوستا خوب متوجه باشن. مثال مفسرین چیه؟ اینه که یک طبیب متخصص، دکتر متخصص، ایتنی که بالاخره امروز به جامعه ما خیلی دکترها پیدا شده. دکتر متخصص هم داریم، دکتر غیر متخصص هم داریم. دکتر غیر متخصص نیست، دکتر متخصص وقتی که مریض بری از او مراجعه کنه، او چه کار میکنه؟ او دوا میده. وقتی که دوا داد چی میگه؟ میگه مثلا از این تابلت ها روز مثلا تا به یک هفته روز 5 دانه بخور، بعد از یک هفته روز 3 دانه بخور، به هفته سوم 1 دانه بخور، به هفته چهارم بالاخره نخور. آیا در هفته اول که طبیب متخصص گفته 5 دانه بخور، به هفته دوم که گفته 2 دانه بخور، آیا این دکتر نمیفهمه؟ دکتر طبیب متخصص حال مریض را آگاهه، حال مریض را میدانه که برای چند روز باید آمپول کار بشه، بعد از آمپول تابلت بالاخره استفاده بشه، بعد از او بالاخره اگر به اینها نشد به مراحل بعدی تا عمل فراهم بشه، آمادگی بالاخره مریض به عمل داشته باشه. این میگن طبیب متخصص. هیچ کس نمیگه که این طبیب نمیفهمه علم از این نه. اما شاید بعضی از دکترها طبیبها باشن که تجربه خور به کار بندازن، یک مرحله نه مرحله، اما طبیب متخصص تجربه داره، علم داره، از روی تجربه دوام میده و بالاخره او علم از او هم تغییری نکرده نمیکنه. خدای تبارک و تعالی به حال بندگان خود واقفه. اگر مستقیم میگفت شراب حرام، شاید که خیلی سخت تمام میشد. همین مستقیم میگفت جهاد، مستقیم میگفت نماز، مستقیم میگفت روزه. میبینیم هر کدوم از خود مراحل داره، هر کدوم به فاصله نازل میشه دین، تا جامعه آمادگی میگیره. جامعه ای که بیش از 600 سال پیامبری نبوده، کتابی نبوده، به جامعه‌ای که دوران جاهلیت مردم به اوج جهالت فرو رفته بودن، طبیب حقیقی الله میدانه. اتنیه که این آیه که آیه دیگر منسوخ کنه یا بالاخره حدیث دیگر منسوخ کنه، این دلالت بر ازی بکنه که نعوذ بالله من ذلک تغییری در علم خدا بیاید. نه، تغییری در علم خدا نمی آیه. انمی آیه اشاره میکنه این یهود بهانه دیگه گرفتن. بهانه ناهمی بود که چی گفتن که ما تو قبول نداریم به خاطر که تو به حرف خود استاده نی. یک دم میگی طرف مسجد الحرام، یک دم میگی طرف مسجد الاقصی، یک دم میگی بالاخره این آیه نسخ شده منسوخ شده. الله اشاره میکنه ما ننسخ من آیتین، آنچه که نسخ میکنیم من آیتین از آیه، او ننسها یعنی نترکها یا نترکها، او چیزی که ترک کرده میشه یا ترک میکنیم میگردانیم، چکاره؟ نأتی بخیر منها، میآوریم بخیر منها، به بهترتر از او. آیه که نسخ میشه آیه دیگه میآیه بهترتر از او میآیه. مثلا به زمان حضرت موسی علیه السلام اگر لباس یک انسان نجاست به او میرسید به شستن پاک نمیشد، باید او قطع میشد. اما حکم بهترتر آمد به امت پیامبر اسلام که هر جا لباس نجس شد بشو، نأتی بخیر منها او مثلها یا مثل همو حکم میآیه. علم تعلم، آیا نمیدانی که ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیز توانایه؟ آیا نمیدانی؟ علم تعلم، آیا نمیدانی که ان الله له ملک السماوات والارض، هر آینه برای خداست پادشاهی آسمان و زمین.
و ما لکم و نیست شما را من دون الله جز الله سبحانه تعالی من ولی ولا نصیر هیچ دوست و هیچ یاری دهنده. اگر ارتباط با الله برقرار کردید الله یک حافظ و نگهداره، اگر ارتباط با الله برقرار نکردی هیچ کمک کننده و هیچ یاری دهنده نیست. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. این آیه مبارکه اشاره به این موضوع داره که بعضی صحابه که نو به دین اسلام مشرف شده بودن سوالهای بیجایی از پیامبر صلی الله علیه وسلم میکردن. سوال بیجا مثلا از جمله مفسرین میفرمایند که یک صحابه استاده شد گفت یا رسول الله هر سال حج فرضه؟ چهره رسول الله تغییر کرد، گفتن تو به این سوالات چی کار داری؟ سوال میکنی حال وحی میایه میگه بله هر سال فرضه. بر امت سخت میگه سوال بیجا نکن. به همین طریق بالاخره یک روزی کسانی که نو ایمان آورده بودند به پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک جای عبور میکردن، کسانی متوجه شدند که درخت پرستش میکنن، درخواست کردن گفتن یا رسول الله شما هم یک چیزی برای ما نشان بدیم، مسجد جای بالاخره درخت سنگی که ما او پرستش کنیم او سجده کنیم. چهره رسول الله تغییر کرد، گفتن شما سوالایی میکنیم که بنی اسرائیل از حضرت موسی سوال کرده. آیه منع کرد. این آیه از سوالهای بیجا منع میکنه. بین جامعه ما هم امروز خیلی کسانی عوضی که بیای فرضا غسل پرسان کنه، فرضا وضو پرسان کنه، احکام شرعی مسئله عقیدتی پرسان، چیزای پرسان میکنه که عقل انسان بالاخره گیج میشه. هیچ نیازی نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند نهی عن الاغلوطات، از شیءهای که انسان به تشویش میندازه از اونها انسان باید سوال نکنه. در این قسمت خیلی باید دوستان متوجه. اما مسائل شرعی تا میتونیم پرسان کنیم. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما سوال کنیم از علما آنچه که نمیدانیم، یعنی مسائل شرعی خور پرسان کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند میگن بیترین زنها زنهای انصارن که حیا مانع سوال از اونها نمیشه. زنهای انصار می آمدن از رسول الله مسائل شرعی خور پرسان میکردن، رسول الله منع نکردن. اما از سوالهای بیجا فکر میکنم یک دفعه دیگه هم گفتم کسی پرسان کرده که از امام مسجد پرسان کرده بود که جناب مولوی صاحب یک سوال دارم بفرمایید، همین حضرت عیسی که با آسمان چهارمن اینا چی میخورن؟ امام مسجد گفته بود این سوال نه به قبر است که پرسان میشه نه به حشر. تو به این کار مسئولیت نه، تو مسئولیت داری که پرسان کنی جناب مولوی صاحب شما چی میخوریم؟ آیا نان داریم بخونه که بخوریم یا نداریم؟ که ما که پشت سر شما اقتدا میکنیم چه کاره؟ آیا شما فکر شما جمعه یا نیه؟ در این قسمت خیلی باید متوجه باشید. سوال هایی که حضرت عیسی یا مثلا همیشه به جستجو که اسم سگ اصحاب کهف چی بوده؟ تو چی کرده سگ اصحاب کهف اسم هر چی بوده دیگه. در این قسمت شیایی که لازم نیه ضرور نیه شریعت اجازه نمیده که آدم از اونا پرسان کنه. این آیه اشاره میکنه ام تريدون ان تسالوا، آیا میخواهید ان تسالوا این که سوال کنید رسولکم پیامبر خویش را کما سئل موسی چنانچه که سوال کرده شد موسی من قبل پیش از شما. از حضرت موسی علیه السلام هم سوالهای عجیب و غریبی میکردن. آیا شما میخوایم میت سوال کنیم؟ و من یتبدل الکفر بالایمان، هر که تبدیل کنه کفر را عوض ایمان، یعنی ایمان رو بده کفر رو انتخاب کنه، فقط ضل سواء السبیل، هر آینه ای چه کاره گم کرده راه راست. ود کثیر من اهل الكتاب، دوست دارن از اهل کتاب، منظور از اهل کتاب یهود و نصارایان. اینا چی دوست دارن؟ چی آرزو دارن؟ اهل کتاب چی آرزو دارن؟ آرزوی اهل کتاب قرآن بر ما و شما میگه لو یردونکم، این که بازگردانن شما را بگردونن من بعد ایمانکم، بعد از اینکه چه کار ایمان آوردید. با کجا ببرن؟ کفارن. آرزوی اهل کتاب یهود و نصارا اینه که شما را کافر کنن. این قرآن میگه این آرزوی یهوده، این آرزوی نصارایه، این آرزوی کفاره، ولی این آرزو خورمگری به گر ببرن.
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدای دین را نازل کرده و از این دینم حفاظت میکنه. چرا اینا این کار میکنن؟ حسدا من عند انفسهم، به جهت حسدی که اینها من عند انفسهم از وجود خود از اینا نشأت گرفته، من بعد از این که ما تبین لهم الحق، آن که واضح و آشکارا شده برای از اینا حق. خب میفهمن که قرآن کتاب خدایه، خب میدانن که پیامبر، پیامبر بر حقه، خب میدانن که ابوبکر و عمر و عثمان اینا خلفاء راشدینن. اما حسد اینها چه کار کرده؟ بالاخره به کام خود فرو برده و بدبخت دنیا و آخرت کرده. الله سبحانه و تعالی میگه فاعفو، پس درگذر، واصفحوا، رو گردان از اینا، حتی یأتی الله، تا این که فرمان الله بیاید. بیشتر اشاره کردیم که یک آیه دیگر نسخ میکنه. این آیه منسوخه. این آیه کدام آیه نسخ کرده؟ اوائل بود، هنوز آیات جهاد نازل نشده بود. آیه قرآن گفت که ای پیامبر حال فعلا با یهود و نصارا کار نگیر تا فرمان الله میرسه. بعد از اینکه فرمان الله رسید که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، فرمان الله رسید کتب علیکم القتال، فرمان الله رسید وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة، فرمان الله رسید که اشداء علی الکفار، فرمان الله رسید یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. این فرمان های جهاد که آمد، این آیه منسوخ شد. حالی دیگه نمیشه که با یهود و نصارا مدارا کرد، نه، با کافر حالی دیگه وقت مدارانیه، چون آیات جهاد پیش روی ما و شما قرار داره. ان الله علی کل شیء قدیر، خدای تبارک و تعالی بر هر چیز توانایه. خدای تبارک و تعالی قادر، قدرت داره، قوت داره. همه کافرار میتونه به یک آن واحد از بین ببره، ولی که از بین نمیبره به خاطر که این که تو مسلمان آیا در مقابل کافر مبارزه میکنی، با فرهنگ کافر مبارزه میکنی، با فکر کافر مبارزه میکنی، آیا بالاخره با اندیشه کافر مبارزه میکنی یا نمیکنی. این به این واسطه بهشت که آماده شده به خاطر تو مسلمان که در دنیا مبارز باشی، مبارزه کنی. خب حالا دست به جهاد و اینها، دست به کشتن و اینها میگه نزن. قرآن میگه، اشاره میکنه و اقیموا الصلاة، پس نماز را برپا دارید، و آتوا الزکات، زکات بدهید، و ما تقدموا لانفسکم، آنچه که پیش میفرستد یا میفرستید برای نفس های خیش، من خیر، از خوبی، چه کاره؟ تجدوه عند الله، میابی به نزد خدا. باور کنیم که این لحظات گمشدنی نیه، این خواندن نماز، این سجده و این تلاوت قرآن، این ترجمه و تفسیر، صداقت، راستی، حجاب، اینها گمشدنی نیه. همه اینها چیه؟ تجدوه عند الله، میابی به نزد خدای تبارک و تعالی. ان الله بما تعملون بصیر، خدای تبارک و تعالی چیه؟ بینای و آگاهه به او چیزی که عمل میکنید و انجام میدهید. و قالو، باز جریان دیگری که یهود و نصارا همیشه شعار میدادن ای بود که و قالو، گفتن لن يدخل الجنه، هرگیز داخل بهشت نمی شود. در جلسات گذشته توضیح دادیم هرگیز داخل بهشت نمی شود الا من کان هودا و نصارا، مگر که یهودی باشه و نصرانی باشه. عجیب شعار دارن، هیچ کس وارد بهشت نمیشه مگر کسی که یهودی و نصرانی باشه. الله جواب میده تلک امانیهم، این آرزوی باطلی از این آیه. جوابی که الله بده کیف میده، الله از فوق آسمانا میگه این آرزوی باطل از این آیه، این خوابیه که اینا میبینن. قل، بگو ای پیامبر، اینا که میگن بهشت مال یهود و نصارایه، قل بگو هاتو برهانکم، بیاورید دلیل خیش را، این کنتم صادقین، اگر شما راست میگیم، اگر شما راست میگیم بیاریم بالاخره دلیل خور، بیاریم برهان خور، بیاریم بالاخره او سند و اسنادی که داریم. بلا، چنین نیست، هیچ دلیلی ندارن. اما بهشت مالکینه، بهشت جای کینه؟ من اسلم وجهه لله، کسی که منقاد کرد، کسی که تسلیم کرد
چی؟ وجهه، روح خود را، یعنی سر تا پا تسلیم فرمان الله شد و هو محسن و کار نیک انجام داد و در حالتی که او نیکوکار باشه فله برای او اجره ثوابی عند ربه نزد پروردگارش ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون و برای از اینا هیچ ترسی و هیچ خوفی و هیچ اندوهی برای از اینا نیه. یعنی مسلمان ها بهشت مال مسلمانه، جنت مال مسلمان و جای مسلمانه، زیر عرش پروردگار جای مسلمانه، جای کسیه که سر تا پا تسلیم فرمان الله باشه، سر تا پا. من اسلم وجهه لله. اما باز مسلمان ها امیدوار میکنه که ای مسلمان ها شما به این فکر نباشین که یهود و نصارا تنها دشمن مسلمان ها هستند، اینا با هم دیگر خیلی دشمنی دارن. این که امروز امریکا و اسرائیل دست به دست هم داده علیه مسلمان ها و علیه کشورهای اسلامی، خصوصا قبله اول مسلمان ها، که اسرائیل هر جنایتی که داره میکنه و بالاخره امریکا هم پشتیبانی میکنه، این فقط به خاطری که از تو مسلمان میترسن، از وحدت مسلمان ها، از انسجام مسلمان ها. این جوش و خروش و سیل خروشانی که سرچشمه از مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم میگیره، اگر امروز یهود و نصارا سرمایه گذاری که امروز دارن، وحدتی که یهود و نصارا بین هم دیگر ایجاد کردن، اگر کوچکترین ضربه بین از اونا وارد بشه، این لشکر مسلمان ها میدانیم تک تک کشورهای غیر اسلامی میاره زیر سلطه اسلام، میاره زیر سلطه قرآن. ولی امروز از یگان راهی که دشمن استفاده کرده بین مسلمان ها اختلاف ایجاد کرده و کافری که هزارها گروه آمده ملت واحد شده کافر. یهود و نصارا در همدیگر خیلی دشمنی دارن. این آیه اشاره میکنه و قالت الیهود لیست النصارا، گفت یهود اصلا نصارای نیه، یهود اصلا مسیحیت قبول نداره. و قال لیست النصارى على شیء، یهود میگن نیست نصارای بر هیچ راهی، هیچ چیزی. و قالت النصارى لیست اليهود، و گفت نصارا نیست یهودی بر چیز. اصلا یهود میگن نصارای بر روی زمین وجود نداره، نصارا میگه یهودی وجود نداره. اینا هم دیگر خیلی دشمنی داشتن و دشمنی دارن، ولی از تو مسلمان میترسن، دست به دست هم دادن. امروز علیه مسلمان ها با هم دیگر تلاش میکنن. امریکا نصرانیه و اسرائیل یهودیاین که کنار هم دیگر قرار گرفتن و مسلمان ها را میکوبن و هر آزار و اذیتی که دارن. و هم یتلون الکتاب، حالا که ایشان تلاوت میکنن کتاب. یهود تورات تلاوت میکنه، نصارا انجیل تلاوت میکنه. انجیل کتاب خدا، تورات کتاب خدا، هر دو تلاوت میکنن. هر دو کتاب خبر از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم داده، ولی چه کاره؟ قبول نمیکنن. بر علاوه که اسلام را قبول نمیکنن، هم دیگر رد میکنن. کذالک همچنین قال الذین، کسانی که و یا آنانی که گفتن آنانی که لا یعلمون، نمیدانن، مثل قولهم، مشرکین هم ندانسته قول یهود و نصارا شعار میده. مشرکین امروز یهود و نصارا در رأس میبینیم که چندین کشور کافر هم با اونا هم دسته، اما نمیدانن اونها. امریکا دیگه کشورها ترسانده، دیگه کشورها فریب داده که اگر شما نیایید، اگر بالاخره به عراق و به افغانستان قدم نگذارید و فلان تروریست و القاعده به سرات شما هم میآیه. اینها هم آیه قرآن میگه که قال الذین، گفتن آنانی که لا یعلمون، منظور از لا یعلمون مشرکینن، آنهایی که نمیدانن، مثل قولهم، مثل قول اهل کتاب یهود و نصارا شعار دادن. همه خور حق میگن، یهود هم میگه من حقم، نصرانی هم میگه من حقم، بالاخره مسلمان هم میگه من حقم. الله سبحانه و تعالی میگه فالله یحکم، پس الله هست که حکم میکند بینهم، بین از اینا، یوم القیامت، در روز قیامت، فیما کانوا، در او چیزهایی که اینها اختلاف میکنن. به صحرای محشر معلوم میشه که کی حقه،
به صحرای محشر، آن جایی که لوای احمد باشه و امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در زیر سایه عرش قرار داشته باشن، آنجا فهمیده میشه که حق کی هست. آنجا دانسته میشه که یهود کجا میره، نصرانی کجا میره و بالاخره مسیحیت کجا میره و مسلمان چی جایگاهی داره. بعد از این آیه دیگر الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. در آیات قبلی یک نکته اشاره میکنیم، حسدا من عند انفسهم. یهود که بدبخت شدن به خاطر حسادت. حسادت خیلی عمل زشتیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. مثل که خب یک آتشی روشن باشه، هیزمای خشک رو بندازیم به آتش، اما هیزما چگونه میسوزه؟ مثل که آتش هیزم رو میسوزانه، حسد اعمال صالحه رو میسوزانه، محو میکنه. حسد خیلی مهمه، خیلی جریانه. بالاخره حسد کار یهوده، بین مسلمان ها هم رخنه میکنه، بین مسلمان ها هم. اما بزرگان میفرمایند که حسود ظرف اعمال از سوراخ. انسانی که حسوده ظرف داره، نماز، روزه، زکات، حج، صدقه، جهاد، مبارزه جمع میکنه، داخل ظرف میندازه که به صحرای محشر به دردی بخوره. این ظرف از این سوراخ داره. نماز و روزه و زکات همه ریختنده شده بالاخره به بیرون. حسد بسیار کار زشتیه و انسان بدبخت میکنه. یکی از صفتهای یهود بحث حسادت و اینها بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نمی کردن از جریان حسدی که داشتن. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی جریان دیگری بیان میکنه که شأن و نزول این آیه مبارکه اینه که حضرت ابن عباس میفرمایند درگیری که بین یهود و نصارا پیدا شد. یهود و نصارا با هم دیگر خیلی دشمن بودن، الان هم خیلی دشمنن، ولی شرایط زمان بالاخره اونا از ترس مسلمان ها کنار هم آورده. از ترس مسلمان ها، از ترس تو جوان مسلمان، اینا کنار هم جمع شدن. ابن عباس میفرمایند وقت درگیری بین یهود و نصارا پیدا شد، بیت المقدس به دست یهودی ها بود، نصرانی ها رفتن رومی ها انگیزه دادن علیه یهودی ها. رومی ها آمدن یهودی ها اذیت کردن و بالاخره مسجد را تخریب کردن، خانه های یهودی ها با آتش زدن. این آیه مبارکه اشاره میکنه و من اظلم ممن منع مساجد الله. بعضی دیگه از مفسرین فرمودن که مراد از اینه که درباره مشرکین مکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 6 هجری وقتی که میخواستن وارد مسجد الحرام بشن، مشرکین مانع شدن که صلح حدیبیه پیش آمد. آیه اشاره میکنه چی کسی ظالم تر است از او کسی که مانع دخول مسجد میشه و مانع بالاخره آبادی مسجد میشه. و همچنین بعضی دیگه از مفسرین گفتن که ارتباط به مشرکین رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه نمیدادن که مسجد الحرام نماز بخونن، اجازه نمیدادن که الله را سجده کنن، در حالتی که مسجد از مسلمان، مسجد از موحدین، ولی مشرکین این کار نمیکرد، اجازه نمیدادن. این آیه مبارکه باید اشاره بشه. امروز در ایران که شعار وحدت، شعار انسجام، شعار تقریب مذاهب، شعار بالاخره ام القرائی، شعار فلان و فلان و فلان و فلان سر میده. اما بیایم یک نگاهی، واشنگتن پایتخت امریکایه، دوستانی که اگر شناس در امریکا دارن یا از طریق سایت ها اینترنت نگاه کنن به پایتخت امریکا مسلمان ها چند مسجد دارن، اهل سنت و جماعت چند مسجد دارن. یک نگاهی به پایتخت شهر دوشنبه تاجیکستان، بالاخره به روس
کشورهایی که ارتش روسه، کشورهایی که بالاخره روسیه، کشورهای کمونیستیه، کشورهای بیدینیه، مسلمان ها مسجد دارن، مسلمان ها آزاد به مسجد میرن. اما به تهران اهل سنت و جماعت مسجد دارن. اما در مشهد مسلمان ها اگر مسجد دارن، آیا بالاخره آزادانه میتونن دعوت و تبلیغ و ارشاد داشته باشن؟ آیا در شهر یزد، در شهر بالاخره کاشان، چند نفر از نمی وسط اگر استاده کنم که در شهر کاشان زندگی میکنن و بالاخره مثل که کسی دزدی جای بره چنین به نماز و اینها میرن، این آیه قرآن به حکمتهای طاغوت هشدار میده. حکمتهایی که قانون خدا را زیر پا میکنن و بعد دم از وحدت میزنن. شاید کسی به این جمع باشه که بابا دیوانه شدی، خور به کشتن میدی، هیچ کس کسر نمیکشه. تکبیر! مار الله به دنیا آورده، الله از دنیا میبرد شدن و فدای اسلام و قرآن شدن. اما این ندای مظلومیت اهل سنت ایرانه که ما امروز در تحت این آیه بیان میکنیم که مسلمان های اهل سنت در ایران عجیبه، نه اجازه خطابت، نه اجازه امامت، نه اجازه. خب این توان به ما هست که مساجد اهل تشیع در اینجا مانی بشیم، ولی ما این کار نمی کنیم. اگر شیعه سنی مسجد داره، بلنگویی داره، امامت داره، نماز داره، اما بیاین قرآن را مطالعه کنن، قرآن را بخوانن که قرآن چی اشاره میکنه. و من اظلم، کیست ظالمتر، کیست ظالمتر ممن منع مساجد الله، از او کسی که انسانها و بندگان خدا را از مسجد منع میشه. چقدر مذمت یهود کردیم، چقدر مذمت نصارا کردیم، ولی در امریکا که مرکز نصرانیت اهل سنت و جماعت مساجد بزرگ دارن، اسرائیل که مرکز یهودیت اهل سنت و جماعت مسجد دارن، ولی امروز این آیه به ما معرفی میکنه حکام ظالم، نظامهای ظالم و نظامهای طاغوتی که دم از وحدت میزنن و شعار وحدت را سر میدن، این آیه برای ما معرفی میکنه کیست ظالمتر. یعنی ظالمتر نیه، ظالمتر از یهود و نصارا کسیه که مسلمان ها مانع رفتن به مسجد میشه و مساجد مسلمان ها تخریب میکنه. چقدر مساجد تخریب شده، چقدر حوزه های علمی تخریب میشه، چقدر علما شهید میشن و چقدر علما الان در زندان ها افتاده. باز میآیه میگه وحدت، انسجام، تقریب مذاهب. ما عزیزان من چنین نیه که ما شیعه بکوبیم، شیعه هیچ وقت ما شیعه نکوبیدیم. شیعه و سنی کنار هم زندگی میکنن. هرگز ما و شما چنین جریان رو نمی کنیم که وقت ما دوست نداریم اهل سنت و جماعت در ایران مظلوم باشن، مسجد نداشته باشن. خب چیزی که به او برادران خب وقت ما رنج میبریم، خب به اهل تشیع هم اگر همی قیودات در اینجا باشه رنج. بارها و بارها گفتیم که اختلاف با شیعه نداریم، شیعه مردش برادر ماست، زنش خواهر ماست، ولی دشمنی ما با دشمنان ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه است. شیعه مسلمانه، مرد شیعه و زن شیعه مسلمانه، ولی کسی که بغض ابوبکر و عمر و عثمان و بغض عایشه در سینه داشته باشه هرگز مسلمان نیه، هرگز مسلمان نیه. در این قسمت هیچ وقت باید ما
از برادر و خواهر شیعه خود این خواهش داریم که اونها هیچ وقت فریب حرفهای کسانی که همیشه علیه ابوبکر و عمر و عثمان تبلیغات کردن و همیشه بحث از وحدت زدن ولی در راستای تفرقه کار گرفتن، فریب اونها را نخورن. این آیه مبارکه می فرماید و من اظلم ممن منع مساجد الله، چی کسی ظالم تر از اونه که منع میکنه بندگان خدا را از مساجد خدا، این که ان یذکر فی اسمه، این که یاد شوه در آن مساجد نام خدا، و سعی و کوشش میکنه این ظالم فی خرابها، در تخریب مساجد و در تخریب اوضاع علمی، از این ظالم تر نیه. اگر کسی از شما پرسان کرد که ظالم ترین انسان در روی زمین کینه، بگیم کسی که مساجد خدا را تخریب میکنه، کسی که حوزه‌های علمی مسلمان ها را تخریب میکنه و کسی که علمای دین را شهید میکنه. اولئک ما کان لهم، آن گروه ما کانه نمی باشه برایشان ان یدخلها، این که اینها درآیند در آن مساجد الا خائفین، خود اینا به مساجد سر و کار ندارن، مسلمان ها مانی میشن از مساجد. ای عادت مشرکین بود، ای عادت یهودیت بوده، عوضی که بیاین خائف، عوضی که بیاین ترساننده، ولی متکبرانه مساجد را تخریب میکنن. مگر کار ساده‌ای بود مسجد شیخ فیض در مشهد؟ ای که دنیای عالم اسلام به خواب غفلت رفت، مگر این کار ساده بود که مسجد تخریب بشه و بالاخره پارک ساخته بشه؟ این کار ساده نبود. ولی امروز کسی نیه که از این حکمتداران قلدر و ظالم پرسان کنه. احکم الحاکمین میپرسه، اعدل العادلین میپرسه. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی، والله شبی دیگر نمی سوزد. ما از تفرقه حرف نمی زنیم. بیاین مسئولین کلاه خود را پیش خود بگذارن، فکر کنن و بالاخره که 25 میلیون اهل سنت و جماعت چی جرمی داره؟ جرم اینا چیه؟ جرم اینا اینه که عمر را دوست دارن. خب بابا عمر بود که آمد تو ایرانی را مسلمان کرد. اگر در ایران امروز هر کس میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، از برکت فاروق اعظم هست. حضرت علی ایران فتح کردن که نکردن، حضرت امام حسن و امام حسین فتح کردن نکردن. کی فتح کرد؟ ایران که به زمان فاروق اعظم فتح میشه، ایران به زمان خلیفه دوم فتح میشه. این که آمد درس اسلام رو برای شما داد، همین جرم اهل سنت هست که پیشوای اهل سنت درس لا اله الا الله را به شما داد، همین جرمشان هست. خدایا پروردگارا حکام ظالم را هدایت کن و اگر قابل هدایت نیند سرنوشتشان را مثل سرنوشت مصر و سرنوشت سوریه بگردان که مسلمان ها حرکت بکنن، علیه نظام های طاغوتی استادگی کنن و او عزت از دست رفته خود را پس به دست بگیرن، مسلمان ها وحدت داشته باشن و انسجام داشته باشن. این آیه می فرمایه اینهایی که مسجد تخریب میکنن، اینهایی که مدرسه تخریب میکنن، اینهایی که حوزه تخریب میکنن، لهم فی الدنیا خزیون، در دنیا برایشان رسوایی است، به دنیا رسوا میشن و رسوا شدن و امروز ای رسوا میشن. آیا رسوایی دنیا رها میشن؟ نخیر. ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، بلکه برایشان در آخرت عذاب بزرگ هست، عذاب دردناک هست، عذابی که الله او را عظیم گفته. ولی تو برادر سنی که مسجد نداری، تو برادر سنی که صدای اذان اشهد ان لا اله الا الله را به طریقه سنت و طریقه رسول الله نمیشنوی،
الله برای تو میگه ولله المشرق والمغرب. الله برای مسلمان، برای پیامبر میگه برای خداست مشرق و مغرب. هر جا که هستی زمین خدا را سجده کن، الله از تو میپذیره. خانه تو برای تو مسجد هست، دکان تو برای تو مسجد هست. اگر تو را ظالمین مانع رفتن به مسجد میشن، فقط به خانه خود نماز بخوان، الله از تو میپذیره. فاینما تولوا فثم وجه الله. هر طرفی که رو کنی آن طرف روی خدا هست. الله سبحانه و تعالی متوجه تو هست. فاینما تولوا، پس هر سوی که رو آرید، فثم وجه الله، همان طرف متوجه هست الله سبحانه و تعالی. ان الله واسع علیم. هر آینه خدای تبارک و تعالی فراخ نعمت، واسع فراخ نعمت الله فراوانه، علیم و دانای. خدای تبارک و تعالی نعمت پاداشی که تو زحمت میکشی در مسجد، در مدرسه و بالاخره در حوزه علمی، الله دانای و پاداش تو را میدهد. انشاءالله ادامه این بحث و ارتباط به تخریب مسجد و ارتباط به تخریب مادی و معنوی مسجد و آبادی مسجد، ادامه این بحث را به هفته آینده انشاءالله و به جلسه آینده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين، واشف امراضنا وامراض المسلمين، واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين. بار اله پروردگارا، آنهایی که به دروغ شعار وحدت میدن، آنهایی که به دروغ شعار اتحاد و اتفاق را سر میدن، خدایا هدایت کن، خدایا هدایت کن، خدایا هدایت کن. خدایا اگر قابل هدایت نیان، خدایا اونها را محو و نابود و خار و ذلیل بگردان. خدایا پروردگارا، بر همه مسلمان هایی که در هر گوشه دنیا به تحت فشارن، شکنجه‌اند، خدایا برایشان صبر و استقامت عنایت بفرما. خدایا بر همه ما اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرما. خدایا پروردگارا، مرگ ما را سبب بیداری امت اسلام بگردان. خدایا پروردگارا، شهادتی که تو راضی یا الله نصیب ما بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.